به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی کاربردی شروع میکنیم. حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، نوشته دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسمزاده که در سال 1380 در تهران چاپ شده. ناشرش هم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها که معروف به سمت هستش می باشد. این کتاب شامل فصل‌های متنوع برای شناخت حقوق شخص و محجور هستش. ابتدا پیشگفتار چاپ یکم رو برای شما میخونم، سپس مقدمه و فکر میکنم که فصل اول که شامل شخص طبیعی، مبحث اول حقوق مربوط به شخصیت و مبحث دوم وجود و ویژگی های شخص طبیعی هستش رو بتونم برای شما بخونم. با من همراه باشید تا این کتاب زیبا و کاربردی رو کشفش کنید. پیشگفتار چاپ یکم. مبحث اشخاص و محجورین از مباحث مهم و بنیادین حقوق مدنی است که در دانشکده‌های حقوق تدریس می شود. در بخش اشخاص، مفهوم شخص طبیعی و شخص حقوقی، حقوق مربوط به شخصیت، آغاز و پایان وجود، ویژگی‌ها و وضع حقوقی اشخاص بررسی شده است و در بخش محجورین از مفهوم هجر و اهلیت، انواع محجورین، صغیره، غیر رشید و مجنون و حدود هجر آنان و برخی از نهادهای حمایت از محجورین به ویژه قیومیت و احکام آن سخن به میان آمده است. هسته اصلی بخش اول کتاب جزوه‌ای است که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب برای تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فراهم آمده بود. این جزوه پس از تجدید نظر در سال تحصیلی 1358 تا 59 به وسیله انتشارات دانشکده مذکور با نام دکتر سید حسین صفایی تکثیر و در اختیار دانشجویان گذارده شد و از آنجا که مطالبی تازه با شیوه‌ای نوین در آن آمده بود، مورد عنایت دانشجویان و استادان حقوق واقع گردید و بارها در دانشکده‌های حقوق تکثیر شده در دسترس دانشجویان قرار گرفت. ولی کتاب جامع و بهنگام و مناسب و منطبق با برنامه در این زمینه به چاپ نرسیده بود و جای آن خالی می‌نمود. سرقت علمی و ادبی، اقتباس ناقص، تقلید غیرمجاز از جزوه‌های درسی پیشین، از جمله جزوه درسی یاد شده و بهره برداری نامشروع از کار علمی دیگران که متاسفانه در عصر ما رواج یافته است و سزاوار جامعه حقوقدانان و به ویژه استادان و مدرسان حقوق نیست و نبودن کتاب درسی مناسب در زمینه اشخاص و محجورین ما را بر آن داشت که کار قبلی را تکمیل و به چاپ آن اقدام کنیم. شکر خدای را که همکاری ثمربخش و کار علمی مستمر و مشترک ما به تکمیل و به روز درآوردن مطالب قبلی و نگارش بخش محجورین بر اساس برنامه مصوب و با توجه به تحولات حقوق ایران بعد از پیروزی انقلاب انجام می‌دهیم. درس اشخاص و محجورین حقوق مدنی 1 با توجه به حجم و اهمیت مطالب آن در گذشته در 2 واحد و گاهی 3 ساعت تدریس می‌شد. در پایان از مسئولان سازمان سمت که نهایت کوشش خود را برای چاپ کتاب به کار بردند صمیمانه سپاسگزاریم. سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسمزاده. تقسیم مطالب. مقدمه. یکی از مباحث مهم حقوق مدنی مبحث اشخاص و حمایت از محجورین است که تدریس آن در سال اول دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیش بینی شده است. هدف حقوق در واقع تنظیم زندگی اشخاص است و از این رو میتوان اشخاص را موضوع علم حقوق تلقی کرد. پس بجاست که بحث از اشخاص نخستین مبحث حقوق مدنی باشد. چون گروهی از اشخاص به حکم قانون
مهجور شناخته شده‌اند، یعنی نمی‌توانند شخصاً و بدون دخالت دیگری امور خود را اداره کنند و اعمال حقوقی انجام دهند، حمایت از آنها مورد توجه قانونگذار واقع و مقرراتی بدین منظور وضع شده است که در این کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدینسان درس اشخاص و حمایت از مهجورین شامل دو بخش اشخاص و مهجورین خواهد بود. در بخش اشخاص پس از تعریف پاره اصطلاحات نخست از شخص طبیعی فصل اول و سپس از شخص حقوقی فصل دوم سخن خواهیم گفت. خب با من همراه باشید که فصل 1 رو به نام اشخاص شروع کنیم. کلیات. از لحاظ حقوقی فقط شخص میتواند صاحب حق و تکلیف و به تعبیر دیگر طرف حق باشد و شخص یا طبیعی است یا حقوقی. شخص طبیعی که شخص حقیقی نیز نامیده شده است عبارت از فرد انسانی است. افراد انسان در دوران وجود بردگی گاهی موضوع حق و در ردیف اشیا بودند، نه طرف حق. ولی با لغو بردگی دیگر انسان موضوع حق واقع نمی شود، بلکه همیشه طرف حق است و می تواند از حمایت قانونگذار و تصمیمات حمایتی قانونی که برای حفظ و احقاق حقوق افراد اتخاذ شده است برخوردار گردد. در حقیقت تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است و مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط افراد بشر و حمایت از حقوق ایشان به وجود آمده است. لکن افراد به تنهایی زندگی نمی کنند و به همکاری و اشتراک مساعی احتیاج دارند. افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی یا غیر انتفاعی خود گروه‌هایی تشکیل می‌دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه‌ها متمرکز می‌کنند. قانون برای این گروه‌ها که طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل است. این گروه‌ها که مانند افراد انسان می‌توانند نام و اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع گردند اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند. به علاوه پاره اموال نیست که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند مانند موقوفه دارای شخصیت حقوقی هستند. بنابراین میتوان گفت شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون آنها را طرف حق میشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است. مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران، شرکت‌های تجاری و انجمن‌ها و موقوفات. پس در این بخش نخست شخص طبیعی فصل اول و سپس شخص حقوقی فصل دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما شخص طبیعی تقسیم مباحث. در این فصل نخست پاره اصطلاحات و مفاهیم و کلیات مربوط به شخص طبیعی را مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس از حقوق مربوط به شخصیت که وابسته به شخصیت انسان است مبحث اول و بالاخره از وجود و ممیزات اشخاص مبحث دوم که مشتمل بر مسائل مربوط به آغاز و پایان وجود شخص طبیعی و غایب مفقود الاثر و ممیزات شخص طبیعی است سخن خواهیم گفت. مفهوم شخص و شخصیت. شخص و شخصیت همه جا به یک معنی به کار نمی رود و در رشته‌های مختلف علمی دارای معانی متفاوت است. در اصطلاح حقوقی شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است. شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقشی ایفا کند. بنابراین شخصیت از نظر حقوقی عبارت است از وصف و شایستگی شخص برای اینکه طرف و صاحب حق و تکلیف باشد. قانونگذار تعیین می‌کند که چه موجوداتی صاحب حق و تکلیف و دارای شخصیت هستند. باید یادآور شد که در حقوق امروز برخلاف بعضی از قوانین قدیم که حیوانات را هم دارای پاره حقوق و تکالیف معرفی می‌کردند، فقط انسان
شخص طبیعی و شخص حقوقی طرف حق و تکلیف محسوب می‌شوند، نه حیوان. در جوامع امروز هر انسانی دارای شخصیت است، ولی در گذشته که بردگی وجود داشت، انسان‌هایی که برده بودند از نظر حقوقی فاقد شخصیت یا دارای شخصیت ناقص به شمار می‌آمدند. اما وضعیت اصطلاحی است که در حقوق مدنی جدید در مبحث اشخاص به کار می‌رود و از لحاظ ادبی هم قابل ایراد است و بهتر بود به جای آن کلمه وضع به کار می‌رفت. ولی چون وضعیت در حقوق مدنی مصطلح است، ما هم آن را به کار می‌بریم. وضعیت به معنی عام وضع حقوقی شخص و موقع او نسبت به حقوقی است که می‌تواند در جامعه داشته باشد. در حقوق روم وضعیت اشخاص در 3 بخش مورد بحث واقع می شود. 1. وضعیت شخص از نظر آزاد یا آزاد شده یا برده بودن فرق می کرد، یعنی حقوق و تکالیف او متفاوت بود. 2. وضعیت سیاسی شخص، یعنی وضع شخص از نظر اینکه شهروند رومی و از نژاد لاتینی یا از رعایای روم محسوب می شد فرق می کرد. البته شهروند رومی از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار بود. 3. وضعیت خانوادگی شخص، یعنی وضع حقوقی شخص در خانواده بر حسب اینکه پدر و سرپرست خانواده یا فرزند تحت ولایت یا غیر اینها بود تفاوت می‌کرد. علاوه بر این 3 گونه وضعیت در گذشته وضعیت افراد از نظر طبقه اجتماعی آنها نیز مورد بحث بود، یعنی وضع حقوقی آنها بر حسب اینکه از کدام طبقه اجتماعی بودند تفاوت می‌کرد. قابل ذکر است که در حقوق اسلام نیز وضع حقوقی شخص آزاد و برده، یعنی عبد و امه، به طور جداگانه بررسی می‌شد و نیز وضع حقوقی شخص مسلمان و کافر، کافر حربی و کافر ذمی به طور مبسوط مورد بحث قرار می‌گرفت. وضعیت خانوادگی شخص هم از مباحث مهم حقوق اسلام است. امروزه وضعیت شخص از نظر آزاد یا آزاد شده یا برده بودن مطرح نیست، زیرا همه مردم لااقل از نظر حقوقی آزاد هستند. ولی وضعیت سیاسی اشخاص در حقوق امروز مورد بحث و بررسی است. وضع حقوق شخص بر حسب اینکه از اتباع کشور یا بیگانه باشد یکسان نیست و حقوقی هست که بیگانگان از آنها محرومند. بحث درباره تابعیت و وضع بیگانگان مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی است و مطالعه حقوق سیاسی اشخاص در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اساسی انجام می‌گیرد و خارج از قلمرو حقوق مدنی امروز است. ولی وضعیت خانوادگی شخص و به دیگر سخن حقوق و تکالیف او در خانواده در حقوق مدنی امروز مورد بحث است و کلمه وضعیت در حقوق مدنی بیشتر بدین معنی به کار می رود. در مورد وضعیت اجتماعی باید گفت طبقات بدان گونه که در قدیم وجود داشتند در عصر ما وجود ندارند و امروزه اصولاً همه طبقات حقوقی برابر دارند و شغل و حرفه اشخاص برای تعیین حقوق فردی و شخصی آنان در نظر گرفته نمی شود. با وجود این قانونگذار برای پاره‌ای از گروه‌ها مانند بازرگانان و کارگران حقوق و تکالیف خاصی مقرر داشته و به عبارت دیگر وضعیت اجتماعی ویژه‌ای در نظر گرفته است که میتوان آن را وضعیت حرفه‌ای نامید که بررسی آن مربوط به حقوق تجارت و حقوق کار است. برای روشن شدن این بحث بجاست معانی مختلف وضعیت را بدان گونه که در فرهنگ اصطلاحات حقوقی کاپیتان که از مهمترین فرهنگ‌های حقوقی به زبان فرانسه میباشد آمده است ذکر کنیم. 1. مجموعه اوصافی که جزء شخصیت هستند و قانون مدنی آنها را مورد توجه قرار داده آثاری بر آنها بار می‌کند. مانند تابعیت امروز جزء وضعیت مدنی شخص به شمار نمی‌آید و از این رو در رشته‌ای از حقوق به نام حقوق بین‌الملل خصوصی مورد بحث واقع می‌شود. هرچند که مقررات آن در برخی از کشورها از جمله ایران و فرانسه
در قانون مدنی آمده است. ازدواج، رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی، قرابت نسبی، قرابت سببی، نام، اقامتگاه و اهلیت. 2. به یک معنی محدودتر وضعیت از اهلیت تفکیک می شود. بدین معنا وضعیت مجموعه اوصافی است که جزء شخصیت است، به استثنای وصفی که به موجب آن شخص می تواند یا نمی تواند حقوق خود را شخصاً اعمال کند. اهلیت و هجر. 3. وضع اجتماعی فرد. از آنچه گفتیم می توان نتیجه گرفت که وضعیت در حقوق مدنی یا وضعیت مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص در روابط حقوق خصوصی و به ویژه روابط خانوادگی و به دیگر سخن اوصافی که در این گونه روابط منشأ آثار حقوقی تلقی شده است. البته اوصافی وضعیت شخص را تشکیل می دهد که جزء شخصیت انسان بوده و جنبه مالی و اقتصادی نداشته باشد. اوصاف و امتیازات مالی شخص خارج از وضعیت است. 6. رابطه وضعیت و اهلیت. اهلیت در لغت به شایستگی و توانایی انسان گفته می شود. برای مثال می گویند فلانی اهل این کار است، یعنی شایستگی و توانایی انجام دادن آن را دارد. در اصطلاح حقوقی اهلیت به معنی عام توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق و به معنی خاص توانایی و شایستگی شخص برای اجرای حق است که در حد کمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فراهم می آید. اهلیت نتیجه وضعیت است، چنانکه شخص بر حسب اینکه خودی یعنی تابع کشور یا بیگانه، صغیر یا کبیر، دیوانه یا عاقل، فرزند مشروع یا نامشروع، زن یا شوهر باشد، اهلیت کمتر یا بیشتری از نظر حقوقی خواهد داشت. گاهی وضعیت به معنای عام از اهلیت به کار می رود، چنانکه کاپیتان در نخستین معنایی که برای وضعیت ذکر کرده آن را شامل اهلیت نیز دانسته است. اما 7. احوال شخصیه. اصطلاح احوال شخصیه اصطلاحی جدید است که در حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی امروز به کار می رود و در متون فقهی سابقه نداشته است. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می شود. به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله با پول نبوده. از لحاظ حقوقی، حقوق مدنی آثاری بر آن مترتب است، مانند ازدواج و طلاق و نسب. اصطلاح احوال شخصیه گاهی در مقابل احوال عینیه، یعنی اوصافی که با مسائل مالی مرتبط است، به کار رفته است. بعضی از حقوقدانان اصطلاح احوال شخصیه را شامل ارث و وصیت نیز دانسته‌اند، چنانکه در پاره‌ای از قوانین مصر نیز این اصطلاح به معنی عام به کار رفته که شامل ارث و وصیت نیز می‌گردد. قانون احوال شخصیه سوریه مصوب 1953، قانون احوال شخصیه مراکش مصوب 1957 تا 58 و قانون احوال شخصیه تونس مصوب 1956 و قانون احوال شخصیه عراق مصوب 1959 شامل قواعدی درباره ارث و وصیت است. لکن دیوان تمیز مصر در تعریف احوال شخصیه بیان داشته است که احوال شخصیه مجموعه صفات طبیعی یا خانوادگی است که موجب تمایز انسان از دیگران و منشأ اثر حقوقی در زندگی اجتماعی است. اما امور مالی مانند وقف، هبه، وصیت تسلیکی و نفقه از احوال عینیه یا مالی به شمار می آید، نه احوال شخصیه. هرچند که قانونگذار مصری این امور را با توجه به جنبه مذهبی آنها از صلاحیت دادگاه‌های مدنی خارج کرده و مانند احوال شخصیه در صلاحیت دادگاه‌های شرع قرار داده است. در قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312
پس از اصطلاح احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت به کار رفته و به نظر می رسد که قانونگذار حقوق ارثیه و وصیت را از مفهوم احوال شخصی تفکیک کرده، هرچند که ایرانیان غیر شیعه را در همه این مسائل تابع مقررات مذهبی آنان قرار داده است. در ماده 7 قمقمه که فکر میکنم که یک کتاب هستش، هم حقوق ارثیه جدا از احوال شخصی ذکر شده و به ظاهر آنها دو مفهوم جداگانه به شمار آمدند، هرچند که بیگانگان در هر دو زمینه تابع قانون دولت مطبوع خود قرار داده شده. در اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصطلاح احوال شخصیه به کار رفته و به ویژه در اصل 12 توضیحی درباره آن دیده می شود. به موجب این اصل، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی مثل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. بنابراین احوال شخصی از نظر قانون اساسی شامل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت است و در اینجا دو اشکال به نظر می رسد. 1. معنی دقیق احوال شخصیه چنان که گفته شد ارث و وصیت را در بر نمی‌گیرد و استعمال آن به معنای عام قابل ایراد است. البته این یک ایراد لفظی و قابل اغماض است. 2. احوال شخصیه با شرحی که در اصل 12 درباره آن دیده می شود شامل فسخ نکاح و فرزندخواندگی نخواهد شد، در حالی که فسخ نکاح که نهادی جدا از طلاق است و نیز فرزندخواندگی از احوال شخصی محسوب می شود. فسخ نکاح در مورد مسلمانان غیر شیعه و فرزندخواندگی در مورد اقلیت‌های غیر مسلمان ممکن است مطرح شود و باید تابع مقررات مذهبی آنان باشد، چنانکه در مورد فرزندخواندگی قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه به صراحت آن را مقرر داشته است. پس بهتر بود که این نکته در قانون اساسی نیز روشن میشد، یا لااقل احوال شخصیه که یک اصطلاح شناخته شده است بدون توضیح به کار میرفت و تعریف آن به عهده علمای حقوق گذاشته میشد. برای برطرف نمودن اشکال عبارت اصل 12 قانون اساسی میتوان گفت آنچه در توضیح احوال شخصی گفته شده حصری نیست بلکه تمثیلی است و این اصطلاح مسائلی از قبیل فسخ نکاح و فرزندخواندگی را هم شامل می شود. اهلیت و هجر چون که در پیش گفتیم جزء احوال شخصی است و در مورد بیگانگان قانون دولت مطبوع آنان بر این موضوع حاکم خواهد بود، ولی در مورد مسلمانان غیر شیعه و اقلیت‌های دینی اهلیت و هجر در قانون اساسی و در قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه جزء احوال شخصی به شمار نیامده است و ظاهراً قانونگذار از نظر اصطلاح معاملات و امنیت روابط حقوقی خواسته است اهلیت و هجر همه ایرانیان تابع قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی باشد. حقوق مربوط به احوال شخصی مشتمل بر مسائل زیر است: ازدواج، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، قبول به فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیومیت، هجر، حق وراثت به موجب وصیت‌نامه یا بدون وصیت‌نامه، تسویه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه
می باشد. اما 8. دارایی و رابطه آن با شخصیت. برای روشن شدن بحث ابتدا به اختصار از مفهوم دارایی سخن می‌گوییم. آنگاه رابطه آن را با شخصیت مورد بررسی قرار می‌دهیم. الف. مفهوم دارایی. در عرف و اصطلاح متداول در بین مردم، دارایی به کلیه اموال و حقوق مالی شخص، اعم از عینی و دینی اطلاق می‌گردد. این مفهوم در حقوق موضوعه فایده عملی داشته. آثار مهمی بر آن مترتب است. مثلا توقف و ورشکستگی تاجر با مقایسه دارایی او و بدهی‌هایش معین می شود. دارایی شخص بدهکار به وسیله دایره اجرای ثبت یا اجرای دادگاه توقیف می شود یا به فروش می رسد. اما حقوقدانان دارایی را در مفهومی وسیع‌تر از آنچه گفتیم استعمال می کنند. دارایی در مفهوم عام خود عبارت است از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص. به عبارت دقیق‌تر، دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزای تشکیل دهنده آن میباشند که همواره در حال تغییر، افزایش یا کاهش هستند و حتی ممکن است شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد، ولی چون این شخصی نیست دارایی دارد. پس بدین معنا هیچ کس بدون دارایی نیست و افراد فقیر و مستمن نیز دارایی دارند. برای دارایی 3 ویژگی مهم ذکر کردند. 1. دارایی مفهومی است کلی و به ظرفیت و شایستگی داشتن حقوق و تکالیف مالی اطلاق می‌گردد و نباید آن را با اجزای تشکیل دهنده‌اش اشتباه گرفت. 2. فقط حقوق و تکالیف مالی از اجزای دارایی به شمار می‌آیند، نه حقوق و تکالیف غیر مالی. 3. دارایی از مختصات و ویژگی‌های شخص به شمار می‌آید. خب، رابطه شخصیت و دارایی. شخصیت مطابق با نظریه کلاسیک قدیمی فرانسه جدا از دارایی نیست. طبق نظریه اوبری و رو از علمای حقوق قرن 19 فرانسه، دارایی با شخصیت پیوند نزدیک دارد. دارایی مظهر شخصیت و اقتدار حقوقی شخص است و به تعبیر بهتر همان شخصیت آدمی در روابط با اشیاء خارجی است که انسان می‌تواند حقوقی را نسبت به آنها اعمال کند. این نظریه دارای نتایجی به این شرح است: فقط اشخاص طبیعی یا حقوقی می‌توانند دارایی داشته باشند و دارایی بدون شخص متصور نیست و برعکس هر شخص دارای یک دارایی است، حتی اگر جزء مثبت دارایی اموال او ناچیز باشد و تقریباً چیزی جز بدهی نداشته باشد یا نوزادی بدون حق و تکلیف باشد. در واقع دارایی بیشتر توانایی و شایستگی دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است تا مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف و به دیگر سخن دارایی ظرفی است که ممکن است محتوایی نداشته یا محتوای آن فقط بدهی باشد. یک شخص فقط دارای یک دارایی است. این اصل وحدت و تجزیه ناپذیری دارایی است. دارایی مانند شخصیت واحد و تجزیه ناپذیر است و از آن نتیجه می‌گیرند که مجموع اموال و حقوق مالی شخص اصولاً جوابگوی مجموع بدهی‌های اوست و به تعبیر دیگر می‌گویند بستانکاران عادی حق وثیقه کلی نسبت به اموال بدهکار دارند. بدین دلیل شخص نمی‌تواند دارایی خود را به چند جزء متمایز و جدا از هم تقسیم کند که بخش مثبت هر جزء فقط جوابگوی بخش منفی آن باشد، مگر اینکه افراد با تشکیل شرکت یک شخص حقوقی ایجاد کنند که در این صورت دارایی او مجزا از دارایی شرکا خواهد بود و دارایی در طول حیات انسان وابسته به شخصیت و همراه آن است و از این رو قابل انتقال در زمان حیات نیست. البته شخص میتواند جزئی از اموال خود را به دیگری انتقال دهد، ولی نمیتواند کل دارایی خود را منتقل کند. دارایی فقط به علت مرگ به ورثه انتقال می‌یابد، زیرا ورثه ادامه دهنده شخصیت متوفا هستند. و اینقدر اصطلاحات قانونی و حقوقی زیادی در این کتاب هستش که
من ترجیح میدم دیگه بیش از این نخونم، چون که به شدت سخت میشه و اصطلاحاش کاملا حقوقی هستش که بیش از این فکر نمی کنم که در حوزه جمع بگنجه. امیدوارم از همین قدری که واسه شما خوندم لذت برده باشید. کتاب زیبایی هستش که اگر بتونیم هضمش کنیم لازمه که همه یک بار از حقوق خودمون مطلع بشیم. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.